برابر سالتون چطوره؟ سامی پس هستم و به یک دو خبر یه سری خودتون خیلی خوش اومدید. همونطور که ساعتر و تامنل قراره تو این ویدیو با هم دیگه بریم منچستر یونایتد بحران‌زنی که تو این روزا خیلی بدجور داره میبازه، ولی خدا رو شکر تونست لیورپول رو ببره و چند تا تیمای دیگه خیلی داره راه میفته. ولی خب قرار ما تو این ویدیو نجاتش بدیم و با سرمربی آموریم چرفیزش هم که خودتون دارید میبینید فول از منچستر یونایتد هستن. قبل از که سراغ ویدیو حتما ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش حتما فعال بکنید. باعث حمایت و دیده شدن من میشه. دمتون گرم. بریم سراغ. و خب آقا اگه من میخوام وضعیت لیگ رو به شما نشون بدم، وضعیت لیگ همین دوری که می‌بینید منچستر یونایتد توی صد قرار داره بدون هیچ امتیازی و خب بازی هنوز شروع نشده. با اولین بازی که انجام بدی بازی شروع میشه و دیگه میبینیم که لیگ دست کی میفته و قراره کل بازیامون هم روی فول لجند بازی کنیم. اولین حریف ما این تیم هستش رو بریم که ببینیم میتونیم شکستش بدیم یا نه. فول لجند هم بازی میکنیم، واقعا لجند خیلی قویه. بریم که ببینیم منچستر یونایتد توی اولین بازی خودش میتونه این تیم رو حذف بکنه یا نه. ولی قبلش با هم دیگه بریم یه سری به ترکیب بزنیم. خب من این مهاجم رو بیارم بالاتر، اینم بذارم اینجا. یوگو دالو یکم بیاد اینورتر میتونه بهتر کار بکنه. کینگ مگوایر همینجا باشه و خب آقا ترکیب درست شد. لیورو هم اینجا باشه فکر کنم به نظرم بهتر باشه. اینم از تعویضیا هستش. خب اینجا تعویضیا این دفاع رو داریم. خب این دفاع رو به نظرم بیاریم بذاریم اینجا خیلی بهتر بشه. و خب آقا بعدش روش کار میکنیم تا اورالش بهتر بشه. با این ترکیب و منچستر یونایتد به سراغ اولین بازی او در لیگ انگلیس میریم. همونجور که اینجا داریم میبینید فول لجند و من فول لجند رو استارت میکنم. بریم سراغ اولین بازی منچستر. و خب آقا اینم از ترکیب منچستر یونایتد خودمون و ترکیب حریف رو هم دیگه ببینیم. خب حالا نمیدونم کدومه پوزیشن گیمه و خب آقا 5 تا دفاع داره، 2 تا AMF داره، CMF داره و DMF و خب این مهاجم هم داره، 2 تا وینگر هم داره. اینم از تعویضش هستن، میتونه ازشون استفاده بکنه. سراغ این دیدار امیدوارم که منچستر یونایتد بتونه که اولین بازی خودش موفق بشه. خب ما بازی رو شروع میکنیم. اسمشون هم نمیدونم بیشترشون. تیم حریف خوب داره پاسکاری میکنه به عقب. جنو صاحب توپ خیلی خوب منطقه بازی رو عوض میکنه به سمت راست. حریف توپ رو نگه میداره و خیلی خوب توپ رو دفع میکنیم. بریم رو ضد حمله. امیدوارم که بتونیم خیلی خوب این ضد حمله رو تشکیل بدیم و بازیکنان حرکت خوب رو میتونیم انجام بدیم. همچنان صاحب توپ هستیم، یه پاس رو میتونیم بدیم. حرکت خوب، یه ارسال بزن و چه گل قشنگی زدی منچستر یونایتد. یک این تیم 0 و مهاجمی که واقعا تو این روزا داره میدرخشه برای منچستر یونایتد با ضربه سر گلزنی میکنه. چه ضربه سر تمیزی و قشنگی زد و منچستر یونایتد 1-0 پیش انداخت. ببینید بازم صحنه آسیسته رو با هم دیگه ببینیم. اینجا ارسال قشنگ، یک ضربه سر کافی بود تا دروازه حریف رو به شکلی قشنگی باز. برونو فرناندز، نه آجی این مهاجما اسمشون نمیدونم، میگم برونو فرناندز. منم کالواکر نرفته. فرصت برای حریف، گل تساوی رو به شکلی راحت و قشنگی به ثمر میرسونه. خب آقا اسمش لیل فو، اصلا چه اسم عجیب غریبی داره. اینم خوشحالی دروازه‌بان حریف بعد این گل. چه ارسال قشنگی و چه پاسی و کنترل تمیز باعث شد تا دروازه‌مون باز توپ بیرون نرفته و ارسال. چه ضربه سر خطرناکی حریف به تو میزنه و توپی که به بیرون میره ضربه دروازه و آره خدا رو شکر نیمه اول با همین نتیجه میتونیم تمام. اسمش تورامه، برادر ویلیام تورام رو آورده اینجا. ولی خب امیدوارم که این مشکل حل بشه. یک حرکت خوب، یک ضربه. حاجی چرا نگرفت و بازم برس میکنم اون مدافع بازیکنی که گل اول رو زد و کار منچستر یونایتد رو سخت کرده. همین ابتدای کار نباید بشه و گل نخوریم. کوتاه کار میکنه حریف. خب شاید ارسال بکنیم چون ما جلوی بازیکن حریف رو گرفتیم. بله ارسال کرد لیو رو، ترکیبش هم گذاشت روی دفاعی. حرکت خوبشون، دفاعی هم دارن بازی میکنن، خیلی دارن قشنگ بازی میکنن.
ضد حمله رو میتونیم تشکیل بدیم. یه پاس برو برای سرعت. خب سرعت نگرفت بازی کنه ما. حریف توپ رو خیلی راحت گرفت. چقدر آروم داره پاسکاری میکنه، داره وقت کشی میکنه. خدا وکیلی. آره دیگه تو لیگم ما از دستشون این وقت کشی رو میبینیم. حرکتشون کینگ مکوایر بگیرش، یه پاس قشنگ و هتریک. حاجی تو اولین بازی منچستر یونایتد با 3 تا گل میبازیم و به پایین حملات ما و حملات حریف به در نمیخوره. یک چوبگیری و سوت پایان اندیدا رو کامبکی که بازی رو شروع میکنیم. حریف بازی رو شروع میکنه، یه پاس و خب همچنان صاحب توپه، میاره سمت چپ، سرعت بالایی داره، اجازه ندید پاس رو بده لیو رو. حاجی اصلا وضعیت منچستر یونایتد خیلی بده و بزنید دورش همین اول کاری نخوریم. او بازم توپ گیری. منچستر یونایتد داره خوب فشار میاره. کاسمیرو بازم حرکت خوب، سرعت بالایی داره این بازیکن. یک سر تو بازم میخواد کات بده به تو و خوب دارن بازی میکنن. مارتینز و خوردیم آقا. منچستر یونایتد دقیقه 20 گل اول رو دریافت میکنه. نتونستیم با منچستر یونایتد خیلی خوب بازی بکنیم، نداریم. بازم فرصت برای این تیم، حرکت اولی کرد. گل دوم که منچستر یونایتد رو بحران زده کرد و اجازه نداد منچستر یونایتد تا حتی دومین بازی خودشم پیروز به میدان بره. خیلی بیشتر حمله بکنیم برای این کامبک. لیو رو قشنگ و خب آقا گل سوم هم دریافت کرد منچستر. همچنان منچستر یونایتد صاحب توپه. یه پاس، بازم پاس رو بده به خودش، بده اینجا مارتینز. یگرسال بزن ضربه رو از دروازه بیرون میاد و میزنه با دستان خودش. دیاگو دالو با تکلیمون هم نرسید. یه پاس بعد زنه مثل همیشه. حرکت خوب بزن توی دروازه منچستر یونایتد. دقیقه 71 یه گل از خورده‌هاش رو جبران میکنه. حرکت کنیم. یه پاس. خیلی دوست دارم. دمتون گرم تا یک ویدیو خبر دیگه و پارت دوم نجات منچستر یونایتد فعلا. و اینم بهتون بگم که پارتاش هر روز میاد، یعنی فردا پارت دومش میاد، پس فردا پارت سومش. خیلی دوست دارم. تا یک ویدیو خبر دیگه فعلا.